تا حالا شده زنی که بهش علاقه داری یهویی رفتارش باهات عوض بشه، با جوری رفتار کنه که انگار وجود نداری، بی محلی کنه پیامتو دیر جواب بده یا حتی کامل نادیده بگیره. خیلی از مردها توی همچنین لحظه هایی دچار سردرگمی میشن و اشتباهاتی میکنن که رابطشون رو برای همیشه خراب میکنه. اما امروز میخوام بهت بگم که چرا دقیق زنها همچی رفتاری میکنن و از اون مهمتر بهت یاد میدم که چطور باید بهش جواب بدی تا نه تنها جذابیتت رو از دست ندی بلکه حتی خواستنی تر با نزدیکتر هم بشی. اگه آماده‌ای بزن که بریم. بی محلی کردن زنان به دلایل خیلی مختلفی اتفاق میفته. گاهی اوقات یه زن داره توی ذهن خودش یه چیزی رو پردازش میکنه، گاهی هم این یه واکنش روانی نسبت به رفتارهای شماست. اما نکته جالب اینجاست که بی محلی کردن همیشه نشونه این نیست که زن از تو بدش اومده یا علاقه‌اش را به تو از دست داده. توی این ویدیو به 3 دلیل اصلی بی محلی زنان میپردازم و در آخر ویدیو بهت یاد میدم که چطور توی چین موقعیتی درست عمل کنی و از این شرایط به نفع خودت استفاده کنی. با حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش. اولین دلیلی که زنا به مردها بی محلی میکنن یه تست عاطفیه. حالا این تست چی هست؟ زنا گاهی برای سنجیدن ثبات احساسی و اعتماد به نفست رو بهت بی محلی میکنن. ممکنه پیام تو دیر جواب بده، قرارش رو با تو کنسل کنه یا یه جوری رفتار کنی انگار اصلاً براش اهمیتی نداری. حالا چرا این رفتارا معمول ناخودآگاه و نشون میده که زن میخواد ببیند آیا تو مردی هستی دیگه توی شرایط سخت هم همچنان محکم بمونه یا اینکه قراره با اولین چالش و اولین سختی که باهاش روبرو شدی رفتارت تغییر کنه و دست و پاتو گم کنی. زنا دنبال مردیگان که بتونن روی ثبات احساسی اومد حساب باز کنن. حالا شما باید چطور واکنش نشون بدی؟ مثال میزنم، فرض کن بهش پیام دادی و چند ساعته که بهت جواب نداده. توی چین شرایطی به جای اینکه پشت سر هم پیام بدی که چرا جواب نمیدی، با تو هم کجایی، به جای این پیام ها روی خودت تمرکز کن، برو ورزش کن، کار عقب افتادات رو پیگیری کن یا حتی با دوستات وقت بگذرون. وقتی زن ببینه که تو به خاطر این رفتار و این بی‌محلی یا عصبی و بی‌ثبات نمیاش ارزش و جذابیت توی ذهنش به شدت بالا میره. دلیل دومی که باعث میشه زنا بهتون بی‌محلی کنن سردرگمی احساسی. گاهی زنای خودشونم نمیدونن دقیق چی میخوان، ممکنه تحت فشار کاری، فشار خانوادگی یا احساسی باشن و نیاز داشته باشن کمی فاصله بگیرند تا اوضاع را مرتب کنند. برخلاف تصور خیلی از مردها بی‌محلی همیشه درباره شخص شما نیست. گاهی اوقات زن نیاز داره توی خلوت خودش احساساتش رو صرف سامون بده که تو این شرایط فشار آوردن بهش یا سوء تفاهم برداشت کردن میتونه از جای عکس بده. واکنش درست اینه که شما اگه متوجه شدین حالش خوب نیست و سرد شده، به جای فشار آوردن بهش فضا بدین. میتونید بگید میدونم این روزا ذهنت درگیره، اما هر وقت که آماده بودی حرف بزنیم من اینجام و در کنارتم. همین جمله ساده نشون میده که شما چقدر بهش احترام میذارید و درکش میکنید بدون اینکه توی زندگی شخصیش دخالت کنید. دلیل سومی که زنای بی‌محلی میکنن ممکنه کاهش جذابیت شما باشه. شاید به خاطر رفتار اشتباهی که اخی داشتین زن احساس کنه که شما اون مرد جذاب اول رابطه نیست. دیدین مثل زیادی وابسته شدین یا بیش از حد بهش توجه کردین، ما خودتون رو نادیده گرفتین. وقتی که زن احساس کنه که تو همه زندگی تو حول و حوش اون رابطه و اون زن داری میچرخونی، جذابیتت توی ذهنش به شدت کم میشه. زنان و مردانی جذب میشن که مستقل و با اعتماد به نفس باشند و زندگیش اهداف و جذابیت‌های خاص خودشو داشته باشه. واکنش درست شما اینجا این که اگه حس کردی سردی رفتارش و بی‌محلی‌هاش به این دلیل زمان بیشتری رو برای خودت و علایق بذار، ورزش کن، برو یه مهارت جدید یاد بگیر یا حتی با دوستات بیشتر وقت بگذرون. این طوری نه تنها تیر جذاب و مستقل و با سازی می‌کنی بلکه زنم حس می‌کنه که باید دوباره
توی چین شرایطی که زن سرد شده و داره بی‌محلی میکنه یه سری اشتباهات رایج وجود داره که اگه شما مرتکب این اشتباهات بشید بازی رو باختید. حالا این اشتباهات چیا هستن؟ اولیش تلافی کردن بی‌محلیه، عمدی برای تلافی. نشون دهنده اینه که شما به جای حل مشکل دنبال جنگ قدرت که این رابطه شما رو خیلی بدتر میکنه. اگه زن سرد شده رفتار خونسرد و محترمانتون رو حفظ کنین. اگه بعد چند روز بیخبری زنگی میزنه یا پیام میده با انرژی مثبت جوابشو بدین، اصلاً براش قیافه نگیرین یا گلایه نکنین. این نشون میده که شما خیلی بزرگتر از این بازی‌ها هستین. یا یه اشتباه دیگه که بعضی از آقایون مرتکب میشن، جلب توجه با حسادت آفرینی. گاهی اوقات مردها برای جلب توجه اون زن سعی میکنن حسادتش رو تحریک کنن، در مورد زنای دیگه صحبت میکنن یا تو جمع رفتارهای خاصی نشون مید که این کار بیشتر زن رو از شما دور میکنه، چون ناامنی و بی احترامی بهش دست میدهد به جای حسادت. آفرینی تمرکزتون رو روی ایجاد آرامش و امنیت بذارید. توی یه موقعیت اجتماعی بهش توجه کامل نشون بدید و نشون بدید که بودنش برای شما ارزشمنده. اما همه چیز نیست. اشتباه دیگه‌ای که بعضیا مرتکب میشن، اعتراف ناگهانی به احساسات بعضی از مردها. وقتی زن باهاشون سرد رفتار میکنه، با عجله به احساساتشون اعتراف میکنن، میگن من بدون تو نمیتونم، چرا به هم محل میری، چرا اینجوری میکنی. این پیام نه تنها زن رو تحت فشار میذاره بلکه باعث میشه احساس کنه که کنترل کامل رابطه و زندگی شما تو دستشه و میتونه هر چقدر که دلش بخواد شما رو بازیه بده و ازتون سوء استفاده کنه. پس به جای اعتراف ناگهانی حستون رو به شکل غیر مستقیم و متعادل نشون بدید. بس بگو این مدت یکم فکر کردم برای من خیلی محمح که این رابط